ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم 3، گفتار 50. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن ز رفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چه ره باختم. مؤلف. یحیی خواجه سخن خود را دوام کنانده گفت: من در دل خود گفتم که اگر برای به جنت رفتن در قطار همین علما بودن شرط باشد، من از بحر جنت هم گذشتم. مرا که تقدیر در دنیا در قطار همین علما در آورده بدنام کرد بس است. نمی خواهم که در روز قیامت هم در قطار اینها باشم. بنابراین لباسی آلوفتگی و قماربازی را پوشیدم که در روز قیامت در قطار همینها سر بردارم و اگر با اینها به دوزخ می رفته باشم هم از علما دور بودن برای من جنتی معنوی است. بعد این واقعه یحیی خواجه بیشتر سر و پا برهنه می گشت. یحیی خواجه در روزهای تعطیل هر روزه هیچ نباشد روز در میان به حولی شریف جان مخدوم می در آمد. از دروازه کی در آمد: آی شستگر، چه کار کرده نشستی؟ درایم یعنی گویان آواز می داد. شریف جان مخدوم من یا میرزا عبدالواحد را می فرمود که گویید دراید. او بر روی صفه می آمد، اما به مهمان خانه نمی در آمد و از دری روی خانه سرش را درون کرده در آنجا بودگان را از نظر می گذرانید و به هر کدامشان 2-3 دهن گپ پرانده از حولی برآمده می رفت. بار یحیی خواجه به حولی شریف جان مخدوم آمد که در خانه چند نفر شاعران نشسته بودند. او بعد از نظر گذرانیدن آنها به صاحب خانه خطاب کرده گفت: تو گول هستی که این غولها را به اطرافت غنداشته می نشینی. تو گمان می کنی که اینها در خانه تو جمع شده مشاعره نموده از یکدیگر چیزی می آموزند، اما در حقیقت این طور نی. اینها برای آش و نانی تو را خوردن غن می شوند، وگرنه به خانه من چرا نمی روند؟ چون که در آنجا آش و نانی برزیاد نیست. شریف جان مخدوم گفت: خوب، من با مرحمت شما غولی را به گردن گرفتم، لیکن شما این بیچارگان را که به کسی ضررشان نرسیده است چرا غول می نامید؟ هرچند که گفت یحیی خواجه حالا اینها به نظر کس فرزند آدم برین نمایند هم در آینده غول می شوند. همین که ختم درس نمودند در پی منصبگیری افتاده امیر و وزیر و قاضی کلان را مدح گویی می کنند. کدام اینها که در دروغگویی هنرمندتر برایند در جای قاضی یا رئیس می شوند و در آن صورت نه غولی عادی بلکه غولی بیابانی می گردند. در این گونه غولی من هم با ایشان شریک می باشم، گفت شریف جان مخدوم و سخن خود را دوام داد. زیرا قاضی یا رئیس شدن آنها احتمال باشد من بعد از ختم درس بی شک و شبهه در جای قاضی می شوم.
من تو را هیچگاه از قطار غول شونده ها بیرون نکرده و بیرون نمی کنم، گفت یحیی خواجه. فقط تو که از پدرت مال و اشیای بسیاری میراث گرفته ای، عجب نیست که مردم را کمتر تاراج کنی. اما اینها که به تازگی منصب میبینند، بیرحمانه تاراجگری کردنشان مقرر است، چون که گرگی گرسنه نسبت به گرگی سیر رمه را زیادتر میدراند. روزی یحیی خواجه به حولی شریف جان مختوم آمد که در مهمانخانه جوربیک عرب افنام یکی از سوداگران کلان بخارا می نشست. وی سرتاپهای این سوداگر را از نظر گذرانیده به او گفت: خوجه‌ین، شما با عرب زاده بودنتان فخر کرده نمی توانید، زیرا حجاج ظالم که به واسطه گماشته خود قتیبه ابن مسلم ماوراء النهر ما را خون گریاند، عرب زاده و یکی از کلانان عرب ها بود. اینچنین شما با سله و جامه قیمت بهاتان، با حولی قصر مانندتان، با اسبهای قطارتان، با خروسهای بیشمارتان فخر کرده نمی توانید. با پولهایی که در بانک دارید نیز فخر کرده نمی توانید. من می شنوم که شما 10 سر اسبی کوب کاریگی نگاه داشته به چندین نفر چپندازان هم آش و نان می دهید. 25 عدد خروسی جنگی نگاه داشته برای نگاه و بینی آنها چند نفر میری شکار هم پروا می کنید. اینچنین من شنیدم که شما حولی از این 5 سال پیش امارت کرده اتان را ویران کرده 100,000 تنگه 15,000 سوم خرج نموده از سری نو امارت کرده اید. دانستمانید که با اینها هم فخر کرده نمی توانید، زیرا اگر از کجا پیدا شدن آن همه ثروت و دارایی را به نظر گیرید، به جای فخر کردن شرم می دارید. از تگی دستارچه مسکاری که جوربیک بروی کل پوش کندل به سرش بسته بود عرق شاریده زیهی کلانی گریبانی جامعه شاهیش را ترک کردن گرفت و یحیی خواجه یک سکوت کرده به او سوال داد: خوجه‌ین، شما سواد دارید؟ کم کم خوانده و نوشته می توانم. جوربیک در حالتی که با روی مالچش عرق رویش را پاک می کرد غرونگاس زنان به زور جواب داد: بیدل را خوانده اید؟ دوباره سوال داد یحیی خواجه. در مکتب خوانده بودم. معنی شعرهای بیدل را می فهمید؟ گویان یحیی خواجه سوال داد و به جوابی جوربیک منتظر نشده گفت: نه، نمی فهمید. اگر مرده باشد مرحوم و اگر زنده باشد ملعون داماللای مکتبتان هم بیدل را نمی فهمید. اما بیدل شعرهایی همه فهم دارد که شما آنها را ندیده اید یا دیده باشید هم خود را نادیده می شمارید، چون که آن گونه شعرهای بیدل به شما ضرر می کنند. یحیی خواجه ثانیه سکوت کرده باز دوام نمود: بیدل در یکی از شعرهای عام فهمش گفته است: کیسه هیچ کس ندید پری، تا نکرد ارتکابی کیسه بری. یحیی خواجه بعد از خواندن این شعر از جوربیک رو تافته به شریف جان مختوم نگاه کرده گفت: من به رئیس و میرشبی بخارا حیرانم که یک بیچاره پای برهنه را با گناه کیسه بوری دستگیر کرده تعزیر در رزنی نموده حبس می کنند، و حالان که اگر کاری کیسه بوری عادی قرار گیرد 5 یا 10 تنگه کسی را از کیسه اش می گیرد. بسیار می شود که به دست آن گونه کیسه بور به جای تنگه ناسکدو می افتد که در بازاری تیز 4 پول نمی خرند. اما با آن گونه کیسه بورهایی که بیدل
200 سال پیش از این به پیشانه آنها تمغه کیسبوری را زده است و از این پیشه صدها هزار طلا یافتند کار ندارند. نه تنها کار ندارند، حتی اینها را حرمت هم می کنند. یحیی خواجه قدری خاموش مانده. دیروز واقعی عجایبی را دیدم. گویان باز دوام نمود. به لب حوض دیوان بیگی رفته بودم. پیشتر از نماز پیشین رئیسی بخارا آمده به در مسجد پلاس پرتافته نشست و آدمان خود را برای یافته آمدن گناهکاران فرستاد. آدمان رئیس سماوارخانه های لب حوض را دق زده کسی را داشته آوردند و به رئیس تقدیم کردند که او کیسبور است. رئیس برای کیسبوری او از آدمان خالص گواهی پرسید. این خوجه‌ای نمان، به جوربیک اشاره کرده که به قولی بیدیل کیسبوری کلان می باشند، از میانه گروهی تماشابینان برآمده به رئیس روبرو شده گواهی دادند که آن آدم کیسبور است و این کس کیسبوری او را به چشم خود دیدند. رئیس این گواهی خالص را حرمت کنان از جایش نیمخیز شده مرحمت کنید و پهلویش شنانید و به ملازمان خود فرمود که آن کیسبور را برهنه کرده به پشتش یک کمچیل دره زدند و بعد از تعزیر رئیس فرمود که آن گناهکار را به رئیس خانه برده در زندخانه نگاه دارند و از وجه او به جناب عالیش عرض خواهد کرد. یحیی خواجه سخن خود را دوام داده گفت: مسئله روشن است. به جناب عالیش عرض کردن احوال آن کیسبور چاره آخرین رئیس است. اما اگر آن کیسبور دارایی ارزنده داشته باشد، مسئله بی عرض کردن به امیر حل می شود. آن گناهکار همه چیزی خود را به رئیس و ملازمان او سپرده آزاد شده می رود و بعد از آن دزدی کلان و راهزن می شود و اگر چیزی نداشته باشد به جناب عالی عرض شده به زندان می افتد و مانندی صدها گناهکارانی بی چیز در آنجا تا آخری عمرش پوسیده می خوابد. یحیی خواجه را من از آن پیش هیچگاه آنگونه پرغضب ندیده بودم و در وقتی گفتنی سخنان آخرین خود از چشمانش آتش می بارید و مانندی دیوانگانی حقیقی از دهانش کف می پرید و در آخری سخن خود توف به این کیسبوران که کلانشان جناب عالی است گفت و از صوفه مهمان خانه فرامده رفت. یحیی خواجه شاعری را به خود کسب کردن نگرفته بود، اما می گفتند که مهارت بلندی شاعری دارد و طبعش در شعر خصوصا در هجویات به غایت روان است. در این باره از او شعرها نقل می کردند که در آنها کلانان زمان خود را در رو برویشان به طرز بدیهه حجو کرده است. از آن جمله جان میرزا که ریشی کلانی داشت باری به امیدی خوش آمدن به یحیی خواجه به او گفته است: در زمانهای پیش شاعرانی بزرگ در حق وزیران زمان خود شعرها گفتند که از آنها به یادگار مانده است. چی می شود که جنابی شما هم در حق این کمینه چیزی گویید تا که سبب افتخار من و یادگاری برای پسایندگان شود؟ یحیی خواجه بداهتاً گفته است: میری خوشبیگی در آینه ببیند ریش خیش، با دلی خیش بگوید انا ریش و من ریش. گر ببیند ریشی پرجنگله قاری سمیع، با دلی ریش بگوید انا ریش و من ریش.
یحیی خواجه بعد از گفتن این بیت ها به قشبیگی گفته است: میر قشبیگی، می بخشید که شما غیر از ریشی کلان چیزی قابلی مدح ندارید که سبب افتخارتان شود. افسوس که این ریشتان هم در پیش ریش قاری سمی قدر و قیمت خود را گم کرد. این چنین یکی از سرکردگان کلان امیر در یک مجلس برای خوشامد از یحیی خواجه شعر طلب کرده است. یحیی خواجه در همان مجلس و در حضور آدمانی بسیار در حق آن سرکرده در وزن شاهنامه فردوسی 50 بیت شعری هجوی گفته است. از بس که آن شعر سر تا پا بی آدابانه و با الفاظی دشنامی کوچگی بود، نمونه از وی آوردن مناسب دیده نشد. یحیی خواجه از دوستانی نزدیک احمد مخدومی دانش، احمدی کله بوده، از همصحبتان دائمی او به شمار می رفت. احمدی دانش در نوادر الوقایع نام اثری خود حاجی بابا نام کلانترین حکایتش را که رمن مانند است از زبانی یحیی خواجه نقل می کند. صادق خواجه گلشنی. گلشنی از فاضلان آن زمان بود. در وقتی که من در خدمت شریف جان مخدوم بودم تخمیناً 30 ساله می نمود. او یک آدمی سفید چهره، چشم و ابرو سیاهی کلوتریشی خوشقد و بست بود که با زبان هیکلی او آدم کم دیده می شد. او لباسهای نه قیمت بها ولیکن بسیار آزاده می پوشید. حکایه‌گوی، تاریخدان و شیرین زبان بود. هرچند در وقتی گپ زدن زبانش قدری می گرفت، شیرینی سخنهایش آن گرفتگی را باز هم شیرین تر کرده نشان می داد. او در بابت زبان روسی را از خود کردن اولین کسی بود از بین طلبه های مدرسه های بخارا. او با احمد مخدومی دانش همگذر بوده، هفته چند بار به صحبت او می رسیده است. می گفتند که احمد مخدوم او را به آموختن زبان روسی تشویق کرده است و در آن میان سببی یافت شده است که او به آموختن این زبان کامیاب گردیده است. آن سبب به این طریقه روی داده است. گلشنی تقاضایی داشت که در مهرکنی و زرگری به غایت ماهر بوده، در بین مردم با لقب حاجی مهرکن مشهور بود. او در زمان امیر مظفر به گناه تهمت زده شده مجبور شده است که از بخارا به سمرقند گریزد و در آنجا خانه و جا کرده به رعیگی دولت روسیه در آمده زندگانی نماید. صادق خواجه جوان هر سال تابستان به سمرقند رفته چند ماه در حولی تقاضیش استقامت کرده می آمده است. انا در همان ماه ها به وی فرصت یافت شده است که توصیه احمد مخدوم را به عمل آورده زبان روسی را آموزد. از بس که صادق خواجه نه در مدرسه بلکه در حولی زندگی می کرد و هم صحبتانش هم مانند شریف جان مخدوم نسبت به زمان خود آدمانی کشاده فکر به شمار می رفتند، زبان روسی آموختن بلایی را که بسری ملا تراب آورده بود بسری او نیاورد. حتی شریف جان مخدوم زبان روسی آموختن او را
یکی از فضیلت‌های وی شمرده در تذکیره خود این خصوصیت او را با بیت زیرین بیان نموده است: بدان پایه داند زبانی رسی، بدان پایه دانیش تو خود کی رسی. صادق خواجه به درجه ابتدایی هم باشد علوم زمانی را آموخته بود و علمی جغرافیا را به غایت دوست می داشت. بعد از ختم کتب او به منصب‌های علمی میل نکرد. قشاقانه اما همت بلندانه و آزادانه زندگانی می کرد. شریف جان مخدوم این صفت او را در تذکیره خود با بیت زیرین یاد می کند: تهی دستی و بذل مال و درم، از او یاد گیر ار ندانی کرم. اما امیر عبدالاحد این گونه زندگانی آزادانه را به او روا ندیده، چنان که به شاهین و به قاری کرامت دلکش روا ندیده بود، به صفت ندیمی به دربار خود کشید. صادق خواجه به نام ندیم هم صحبت بوده، اما در حقیقت مانند نوکران بی سواد امیر مجبور بود که در تابستان و زمستان در ریانها و ولایتهای بخارا با اسب سفر کند. امیر او را به بهانه خدمت هر روز به هر جای دشوار سفر می فرستاد. صادق خواجه از این سرسریگردی های خود فایده برده، ولایت ها و ریان های مضافات بخارا را مساحت کرده و نقشه کشیده، به زبان تاجیکی جغرافیایی مفصلی نوشته بود. اما صادق خواجه که به زندگانی درباری بخارا که رذیلانه ترین زندگانی ها بود تاب آورده نتوانسته، در سال 1910 وفات نمود. صادق خواجه شعر را روان می نوشت، اما اسلوب و تشبیه هایش همگی کهنه و آب شسته بوده. از نقطه نظری شعرشناسی امروزه او را شاعری خوب گفتن ممکن نیست. می گفتند که صادق خواجه در زبان روسی اما با وزن عروض شعرها گفته است. از آن گونه شعرهای او یک مصرع به خاطرم مانده است که در آنجا نقل می شود: نی خچو میستنی وینا دای تمنی روسکی ودی. این مصرع با همه کمبودی های زبانی و املاییش به خوانندگان زمان ما در آن زمان به زبان روسی چقدر شوق و هوس داشتنی جوانان کشاده فکر را نشان می دهد. ذکری صادق خواجه گلشنی و نمونه شعرهایش در صحیفه های 460 462 نمونه ادبیات تاجیک درج شده است. حامد بیک حامید پدری حامد بیک در اولهای دوری امیر مظفر در تاشقرغان نام موضع افغانستان امروزه که آن وقتها به بخارا تابع بود حاکم بوده. او در همان جا تولد یافته است و در 16 سالگی خود با نوکران پدرش در جنگ امیر مظفر و پادشاه روسیه اشتراک نموده است. در آن جنگ بیمزگی های امیر و درباریان او و در مقابل آنها انتظام و کاردانی های سلطنت های روس اولین بار چشم او را گشادند.
حامد بیک بعد از آن جنگ در بخارا مانده، در حالتی به دربار منصوب بودنش کسب کمال کرده است و طالع او را به همصحبتی احمد مخدومی دانش رسانیده است که از آنجا او یک آدمی آزاده فکر شده رسیده است. او خود می گفت: احمد مخدوم در تاریخچه خود جنگ بین امیر مظفر و رسیه را در اساس نقل‌های من تحریر نموده است. نویسنده این سطرها هم در تاریخ امیران منقیط نام اثر خود یک قسم واقعه های جنگ مذکور را در اساس نقل‌های او تحریر کرده است. حامد بیک یک آدمی بلند قامتی سفیدگونی دراز روی بود که رویش بروی اسب مانندی داشت. ریشش سیاهی سرخچتاب بوده، تارهای سفیدش کم کم می نمود و به این علامت در وقتهایی که من در خدمت شریف جان مخدوم بودم او را 40 ساله اندک بالاتر تخمین کردن ممکن بود. او به غایت سخنور بود، اما در وقتی گپ زدن زبانش را مکیده مکیده گپ می زد، به درجه‌ای که بیننده گمان می کرد مگر او لنده قندی را مکیده ایستاده است. در صحبتها بیشترین ورد زبانی او نقل مجلس‌های احمد مخدوم بود. او شعر را کم می نوشت و اکثری نوشتجاتش در حجو و تنقید درباریان بود. نمونه این گونه شعرهای حامد بیک در نمونه ادبیات تاجیک در صفحه 272 نقل شده است. عبدالخواجه تحسین آدمی تخمیناً 30 ساله‌ای بلند قامتی سبزینه چهره‌ای کمریش بوده، خیلی سبک صحبت بود و از دوام کنندگان خانه شریف جان مخدوم بوده. چنان که در نمونه ادبیات تاجیک گفتم شعرشناسیش نظر به شعرگوییش بلندتر بود. قاری عبدالکریم آفرین دوزخی در وقتهایی که من در خانه شریف جان مخدوم بودم تخمیناً 45 ساله می نمود. او آدمی بلند قامتی پر پیکری سبزینه چهره‌ای ریشکلان بود. آفرین خوشخط بوده، زندگانی خود را با روی نویسی کتاب‌ها می گذرانید. او به هم جنگ انداختنی آدمان را مایه دلخوشی خود کرده بود. هرچند این عادتی او را همه می دانستند، با وجود این با اغوای او بسیار دوستان با هم می جنگیدند و دشمنی یکدیگر می شدند. شما گفتار 50 را از روی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمقلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.